سیدی و حبیبی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، امیر مومنان حیدر کرار، داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسر فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین، پدر حسن و حسین، حدیث زیبایی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنند. پیامبر بزرگوار ما میفرمایند که ای علی، این یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی، اگر خدا یک انسان رو به دست تو هدایت بده، برای تو بهتر از همه شترهای سرخمو. به زبان امروز اگر بخوایم این حدیث رو شرح بکنیم، یعنی اینکه اگر الله متعال به دست شما انسانی رو هدایت بده، برای شما بهتر است از سرمایه مثلا بیل گیتس، کارخونه مرسدس بنز. یعنی انقدر اهمیت داره در نزد این که الله سبحانه و تعالی دوست داره بندگانش از گمراهی، از ضلالت، از آتش جهنم نجات پیدا کنه. ما چون پیرو قرآنیم، چون پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، الله سبحانه و تعالی